نیو کانگفو. با سلام خدمت بنیانگذار سبک جهانی کانگفو، اساتید و پیشکسوتان محترم. در بحث آموزش فرم‌ها امروز فرم دان 1 توکیما خدمتتون آموزش داده میشه. در ابتدا عذرخواهی میکنم به خاطر آسیب‌دیدگی زانوی راست، یه مقدار تو زدن ضربات پا. اگر اشکالی بود به بزرگیتون ببخشید، اما عنوان ضربه پاها رو خدمتتون عرض میکنم. ابتدا استقرار کانیسمای نیو کانگفو. در ابتدا پای راست به سمت عقب، دست چپ روی دست راست، دفاع دسای، ضربه متو، گارد جینو. حالا اینجا میزنیم کیتو راست با قیچی، کیتو چپ، ضربه کانسر. حالا دیاش، دوباره دسای راست، متو چپ، گارد جینو، دوباره کیتو چپ، کیتو راست، کانسر، دیاش. برمیگردیم جلو به جنوب تو گارد یه طرف کامل بیستیم. بعد نگاه به سمت راست یا سمت قلب، پای چپ میاد داخل قلاب میشه، دست پای راست رو پنجه، دست راست روی دست چپ، ضربه سو، ضربه متو میکشیم داخل. حالا سیمای راست، کیتو چپ راست میذاریم زمین، ضربه چند کشید. اینجا ضربه پشت سر شیته، میان گارد یه طرفو رو به شمال میستیم. همین تکنیک رو قرینش رو میزنیم. نگاه به زاویه چپ، پای راست این دفعه حرکت میکنه، دست چپ از روی دست راست سو، متو راست، یه حل میکشیم داخل. حالا پای چپ سیمای کیتو بذارید زمین، چرخشی یه ته رتو کاملا غیر کلاسیک. بعد دست گارد سای و گارد فرا رو به کلاسیک میستیم. پای عقب کاملا، سرپنجه پا گودی پای جلو 70% به 30%، دست کاملا کشیده، دست راست گارد دسای. حالا اینجا پای راست جمع میشه، دست میرزید آوانتو، اینجا ضربه یفته همون بالا مسایا برایم پرنده. برمیگردیم دوباره قرینه همین تکنیک، دوباره قطع بره که بستیم. این دفعه دست راست حالا به دسای، دست چپ رو به صورت. حالا میایم رو به شما، دوباره آوانتو یفته مسایا برایم پرنده، میایم رو به شرق قرار بگیریم. حالا اینجا ضربه کیتو بیاش یته میذاریم جلو، دوباره همین کیتو بیاش یته. حالا پا که بالاست، با پای بعدی برایما یته برش، برایما یته برش، تو زاویه شمال شرق جنوب غرب پا قرار میگیره فرا. حالا فرا رو انجام دادیم، دوباره همین تکرار میکنیم. پای چپ رو میکشیم، میاریمش رو به شمال شرق، پا میشه رو به جنوب غرب. اینجا فرارمون قرینه میشه. حالا برمیگردیم رو به شرق، اول سیمای به شمال شرق زده میشه، یه سیمای، نقطه صفر سیمای، رو به جنوب، رو به جنوب زده
یته. حالا میذاریم کاملا میشینیم، دست کاملا روی زمین قرار میگیره. حالا با یه جهت افت میزنیم. پا جمع میشه با پای بعدی بالای ما جمع، پا رو جمع میکنیم، بلند میشیم با پای راست یه ضربه اوسایا میایم توی گارد وای میسیم رو به شمال یا راه. بعد از ضربه اوسایا تو گارد گفتم مبارزه وای میسیم پای راست عقب. حالا اینجا با پای راست یک کیرتو میزنیم، میذاریم جلوی یه جهش میکنیم. حالا فرار اینجا. حالا پای چپ شما رو به شمال غرب، پای راست شما به جنوب شرق. حالا دوباره پای راست چند میشه، قریبش میشه، پای راست میشه شمال غرب، پای چپ میشه جنوب. حالا اینجا دوباره سیم مایل شمال غرب، سیم مایل. حالا همینجا یه جنوب. حالا اینجا میشینید، جفت دستا دوباره زمین. حالا با یه جهش افت رو میزنیم، پا جمع میشه، بالای ما بلند میشیم. حالا اینجا ضربه اوسایا میان رو به شمال میشیم، پای راست عقب دوباره تو همون گارده مبارزه اوسایا. پای چپ عقب اینجا ضربه کیرتو رو میزنیم با پای چپ. حالا جهش که میکنیم میایم جلو، پای راست بالا همچین یه دونه بوتو دست بالا میاند، با دست چپ با یه گردش با دست راست بوتو رو میزنیم تو گارد رتو. حالا میکشیم عقب پای راست رو، دفاع راست، دفاع چپ، زانو برمیگرده رو به قلب، میشنیم یه دونه بوتو، دفاع بوتو. حالا همین حالت برمیگرده پا، گارد تغییر میکنه، از پهلو بوتو افقی زده میشه. حالا دوباره رو به جنوب شمال میشیم، از زیر بوتو میخوره زیر فر. حالا اینجا کیرتو قیچی چپ، حالا یته چپ، حالا اوسایا چپ. حالا همین قایم پا بالاست، حالا بوتو دست راست، حالا با یه گردش میذاریم رتو دست چپ. حالا پای چپ رو میکشیم عقب، دفاع چپ، دفاع راست، زانو چپ برمیگرده رو به شرق، بوتو، دفاع دوباره برمیگرده افق، بوتو، دفاع زانو هم برمیگرده، حالا رو به جلو، بوتو از زیر فک. حالا کیرتو قیچی راست، یته. حالا اوسایا اینجا میذاریم مثل رتوی غیر کلاسیک فوم کمی ضربه ممکن مشت دست نسبت به جلو حالته افق هستش. یک. بعد از ضربه اوسایا آخرین ضربه رو که زدیم، پا حالت رتو غیر کلاسیک میشه، نشست رو پای چپ، پای راست کاملا جمع 70% به 30. ضربه فوم کمی یعنی شکستن اجسام سر، ماشه زد